خطه یکی مسئله مهم یه چیز سوزشی دست پا یا درد یا که دردایی که مثلا در قفس سینه هستن، مثلا بروی شکم هستن، همه این بدن از تنوره تروی عصب میگروید. شما اگر زمین رو دیده باشید، هر زمین مثلا جیبور خچه داره، همون جیبور به آب میروه. یا که مثلا سیم اینورک میوید و در جای لازمی شما به اونجا مثلا گنراتور پهن میشه، ترانسفورماتور رو پهن میشه، تقسیم میشه، در هر خانه میروه و در هر خانه رفت اگر 1000 مثلا وات اگر گنراتور بیاید در خانه 120 ولت میداره. اما خیلی دیگه بدن ما و شما چی میشه که تروی عصبی آدم مثلا سوزش میکنه. ما میدونیم که اول چیزی که سر میشود باید خط باشه این شدتی عصبانیتی و روانی. شدتی عصبانیتی و روانی وقتی که معاینات سخت کار میکنه، در کدام حالت ها است که معاینات سخت کار میکنه؟ یکم معرکه میشود، مثلا یکم جنجال میشود، یکم مشکلاتی که با انسان و یکم پرابلمی روبرو میشود. خیلی آدمی نه جنجال ها هستن بین آدم آدم یا که کار وزمینی میکنن. مثلا بعضی حالت هست که اما مسئولیتی به دوش داری وزمینی میکنن، نمیتونی که مثلا همه قوای لازمی را در جور همه کار صرف کنی. در این وقتی که شدت عصبانیتی روانی که شد گیزلگی معاینه سر بریم که معاینه در حالت انگیزه قرار میگیره. انگیزه که به زبان روسی میگن از برجای نشسته، یعنی گلاموی ماسک. حالت انگیزه معاینه سر، قوت زیادی معاینه سر صرف میشود. وقتی قوت زیادی معاینه سر صرف که شد نیروی عصب کم میشود. نیروی عصب که کم شد بدن، یعنی که معاینه سر تمام بدن نظاره کردن قوت دادن نمیتونه. باری دیگر تکرار میکنم. مثلا برای شهر دوشنبه اگر مثلا 500 کیلووات اگر لازم باشه، وقتی 400 تا که شد بعضی جور سویتاشو چکار میکنن؟ خاموش میکنن. معنی سر انسان مهم است. یک قسمی از بدن قوت نمیتید. از اون جمله گردش خون در تروی عصب سست میشه و پیدا میشه چیز؟ پیدا میشه دردی تروی عصب. درد تروی عصب یا سوزش پیدا میشه. اما وقت بدونه که تروی عصب هم گردش خون دارن و غذا میخورن. در این وقتی کمتر دور و دراز دوام کرد در همون تروی عصب درون شونده ماده های استفاده نشده یا نیم سوخته یا نیم استفاده گذاشته جمع میشن. جمع کشیدن انمی حسیاتی به مقدار چی پیدا میشه؟ درد و سوزش ها. و غیر از این در معده سر مرکزی است که باید مینرال ها، یعنی کلسیم، مگنیز و دیگر چیزایی که ساختمان استخوان ما هستن همین مرکز سازکار نمیکنن و در یک جا چکار در یک جا همین که نمک ها جمع میشن. نمک ها میتونن جمع شن حسابیم که موشک ها شدتناک باشن، رگ ها را زیر میکنن، گردش خون بیرون شد، خون قاق شد، همون نمکش میشینه. این هم تاجیکای ما رگ میگن، مثلا رگ مالی وقتی که در بریستون را جمع میشود ساختمان نمیشود، نمک ها جا بجا نمیشود، جمع میشود. میگن از چی گرفته است؟ اونش نمک گرفته است. استیوخندروزی که بازیر مثلا مردم زیاد استیوخندروز میگن، چی در گردن میشود، چی در قفس سینه پشت میشود، چی در میان میشود. همین نمک ها نیروی تروی عصب هم فشار میارن، زیر میکنن. وقتی که تروی عصب در ستونها زیر شد دردش در تور همین عصب می شود. داخلی هم جوی نمک زیر کرده است نه، در توری عصب. برای همین وقتی میگه که پایان درد دارن، اگر پیوند روش نباشن پیوند ها به حساب تور عصب میتونن کسر شون.
نباشه. اگر میگه که آخر من میام اون پایه هم درد میکنه. اما ایرو اناتومیا میدونیم که کسال اگر اشتگیست در میان اشتگیست. یا که قفص سینه مثلا سوزش میکنه، درد میکنه، بسیاری مثلا مراجعات های گوناگون میکنن و این طرف شیشه را میبینن، دیل میبینن، پیش ماما مثلا زن ها میرون. لیکن اساس کار چیست؟ اناتومی عصبی که فشار داده شدن، زیر شدن یا نمک‌ها زیرشون کردن، گردش خونشون نادرست است و این اگر دور و دراز دوام کرد، وقتی که دست مهره الیمنت های مینرالی گذاشته نشدن، جای آنها را بافته پیوست کننده سایدینی سینتیکانتر میکنه. وقتی سایدینی سینتیکانتر شد، وزن خود آدم قطعی ستمهره میشینه و همون کلچچه بین مهره ها را دیسکی که هست فشارش میاره، اون همون چندریش گم میکنه، ای بین میپره و طوری عصب فشار میاره. ما میگیم چی؟ پراتوزیا. وقتی پراتوزیا کفید یعنی هم پرده بالاش میشود شده گریژه و گریژه کنکریت نه که مشخص همون طوری عصب زیر میکنه که آدم ها مثلا پراتوزیا گریژه داشتگی کرختی اوجه حس میکنه. مثلا چی در پاهاشون چی در دستاشون اگر مثلا داشته باشن انا کن تباباتش چی میشه. این خیلی آدم ها مثلا تبابات میکنن، حتی که جراحی هم میکنن. بعضی حالات مثلا علامت جراحی داره، ما باید گپ میزنیم که رفته وقتی کانال هموستون رو محکم شد میگه رفته جراحی کنه. ولی تا این وقت هم امکان هست که برقرار ساخت یکم تبابات سر میشه. ما باید شدت عصبش برطرف کنیم، عصبش قوت بدیم، گردش خونش درست شد. دارو درمان قطعی گزک ها و اسپرینی میشن تروسا اونا رو برطرف میکنیم. بعد سویت الکتروفریز، مساژ، سوزن، بیشتر سوی دیگه رو میگیریم که مثلا همین آدم سلامتش برقرار شود و فراموش نسازیم. برای طور رسد همه وقت مشقای مخصوص است، مشقای جسمانی. باید خانه رو چکار کردن کار مشقای جسمانی کردن کار که گردش خون به همون قسم ساز شد. وقتی عصبا ساز شدن میتونه که تمام بدن قوای عصب برسه و بدن داروهای ضد گزک ضد اسپرین را حاصل کنه، در خون برن طور عصب تبابت یعنی که تبابت کنه. این است یک راه بسیار آسانش نباشد. ما بسیار وقت شاهدیان شدیم که حتی که جراحی هم کنن، بعد جراحی بود چه پیدا شدنش ممکن است همون چوره را یا گریژه‌ای که میگن یا که دیگر مثلا همیشه کوشش کنه که یکم عصب خطانه بقاوت کنه. دارو درمان لازم رو بگیره. فیزیوتراپی داروهایی که مثلا مساژ و سویت آبوزی و مثلا داروهای گوناگون شکیدن اینها رو هم استفاده داره. اینها منفعت زیاد میارن و بهترین یکی از تفاوت بهترین همین درد سوزش دست پا این سوزن زنی است. این سوزن زنی هم استفاده داره. خانه رفته پاهاتون آب گرم در بگیرید، کمتر در آب زنجبیل قرنفل بکنید. چند بعضی مسئله باشه که مخصوص با کارهای منوالی است که اگر کم استومال جمیدگی باشد میشن بعضی حالا جمیدگی باشد تو استومال و کارهای منوالی ما میگیریم جوش میزنیم. بعضی وقت میتیژه کشیدن استومال هم چون منفعت زیاد میاره. برای همین نمونه هیچ وقت کسری خطانه سمتیوکی که اون مشکلات نبیاره، چون که تا عصب جا و جا نشود چنین آدم فقط دارو میخورد، تبابت میکند. همین که عصب جا و جا شد یک تبابت عادی برای آدم منفعت میاره. سلام باشید.